بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. دوستای عزیز، درس نوین ما شما در لفظ جلاله الرزاق انواع دیگر رزق است که او به اعتبار ایجاب و سلب تقسیم بندی شده. یعنی اول رزق ایجابی است، به اصطلاح دوم رزق سلبی است. رزق ایجابی که الله استجابت کرده، مثل که درس دیروز ما شما گذشت، انواع رزق که الله سبحانه و تعالی به انسان میده، او رزق ایجابی بود. دوم رزق سلبی است. رزق سلبی او نمو رزق که الله سبحانه و تعالی او را حفاظت میکنه توسط امور سلبیه، یعنی اموری که الله سبحانه و تعالی از انسان او امور را دور میکنه. یه عجیب بحث است دوستای عزیز که انسان توجه بکنه، بسیار مثمر به این تمام میشه. بسیار مشکلات و استرسش الله سبحانه و تعالی حل میکنه. اول رزق سلبی اینمیست که انسان از مصیبت ها الله حفاظتش بکنه، از امراض الله پاک حفاظتش بکنه، از امتحانات گوناگون الله سبحانه و تعالی حفاظتش بکنه. زیرا که مصیبت بیا مال انسان مصرف میشه، آل الله سبحانه و تعالی را مصیبت را از تو دور کرده، مالت الله حفاظت کرده. امراض بیا مال مصرف میشه، آل الله سبحانه و تعالی صحت نصیبت کرده، توسط صحت الله سبحانه و تعالی رزق سلبی نصیبت کرده، مالت با جای مصرف میشه، به جای مصرف نمیشه. ابتلاعات است، امتحانای گوناگون رب العالمین است که به انسان می آوره. الله سبحانه و تعالی با تو امتحان آورده. این رزق است که الله پاک نصیبت کردگی است. که الله نصیب ما شما این رزق را بسازه که صحتمندی، دفع بلاها، مصائب، امتحانات. دوم رزق سلبی یعنی بدن سالم، حواس سالم است که الله پاک نصیبت کرده. بدن سالم است، نه؟ الحمدلله ثم الحمدلله. چشم ما نرمال از روزی که از مادر زاده شدیم تا حال میبینه، از ما هیچ معالجه نمیخواه. وجود تک تک بدنمان، قسمت بدنمان الحمدلله که سالم است، از ما عوض نمیخواه. نه تکلیف قلبی داریم، نه تکلیف گرده داریم، نه تکلیف اعصاب داریم، نه تکلیف جگر داریم و اعضای باقی مانده بدن ما و تو که از او بدن سالم تشکیل شده، الحمدلله سالم هستیم. این رزق است که رب العالمین نصیبت کرده. اگه این حواست خراب شوه، قلبت خراب شوه، پس چیزی که داری و نداری دیگه مصرف کرده برو که میشه کی میشه. دیگه بدن سالم هم حواس سالم، این رزق است که رب العالمین نصیب تو کردگی است. و دیگه رزق سلبی نمیست که انسان از مصارف گزاف، از مصارف بی مورد الله پاک مال انسان را حفاظت بکنه. یعنی تو نیست که بعضی انسان هاست مصارفش بی جای، مصارف گزاف داره و نداره دوجه. نه، الحمدلله هر چیز در یک وساطت، در تعادل ای پیش میره. ای در حقیقت نعمتی است، رزقی است که رب العالمین نصیب موت کردگی است. الله ای تعادل ادامه و پیشرفتش الله سبحانه و تعالی به ما شما نصیب بفرماید. دیگه از رزق سلبی دوستای عزیز، چهارم الله سبحانه و تعالی عافیت و صحت نصیبت کرده که با معالجین، دکتر، ادویه به این دیگه ضرورت پیدا نمیشه. دیگه راحت در خانه زندگی میکنه. ادویهش دوستا که با صدها هزار انسان ماهانه مصارف داره. انسانی مبالغه نیست. اگر انسان در شفاخانه‌ای که یا در مریضایی که به امراض صعب العلاج الله دوچارش کرده، با او چند لحظه بنشینه، با ورسیش بشینه و بگویه که وضعیت چگونه است، باز خودت میگی الحمدلله که صحت کامل رب العالمین نصیب موتو کردگیش.
و دیگه از رزق سلبی نمونه دیگیش اینمیست که انسان را الله پاک از طور نقایص از مشکلات الله حفاظتش کرده. اگه او مشکل بیایه پس پیسست کلگی ده او قضیه میره تا که اصلاح شوه. ایتو مشکل الله سرت نه آورده، پس مالت الله تعالی حفاظت کردگیست. این رزقی است که رب العالمین نصیبت کردگیست، پس شکر الله رحمان را بکش. و دیگه از رزق سلبی نمیست که یک انسان است، یک مرد است، خانمش و یا زن یا شوهر است، اولادش که مادونش است، تحت فرمانش است، نافرمان نیست. این نعمت است، این رزق است که الله نصیبت کرده. خانم تابعدار، اولاد تابعدار، شوهر تابعدار، اولادکای تابعدار، این نعمت است که الله پاک نصیبت کرده، رزق است که الله تو را داده. اگر این نافرمان باشه پس خانه به موتو یک بندیخانه دیگری میگرده، درد سر و مشکلات دیگری میگرده. وقتی که حالت تو نرمال است پس الحمدلله، الحمدلله ثم الحمدلله. این نعمت هایی است که رب العالمین به موت نصیب کردگی است. زیرا مال به انسان سکون نمیده، خانواده در حقیقت سکون است. قرآن کریم میگه که زن و شوهر ای به یک دیگه سکون است. و جعل بینکم مودتا و رحمه، محبت است، مهربانی است. زندگی با محبت، زندگی با مهربانی خوشایند و زیباست. دیگه از رزق سلبی اینمیست که الله سبحانه و تعالی وقتی بنده را در کارهای بیهوده صرف نمی کنه. انشاءالله که هدف گرفته باشیم. وقت بسیار ارزشمند است. الله سبحانه و تعالی سر وقت قسم یاد کرده، والعصر واللیل اذا یغشی واللیل اذا یسر. همچنان آیه های زیاد قرآن کریم وجود داره. وقت طلا هست. الحمدلله که وقت ما عبث سپری نمیشه، وقت در چیزهای بیهوده به مصرف نمیرسه. این نعمت است، این رزق است که الله سبحانه و تعالی نصیبت کردگیش. تو کسای را ببین که شب میبره روز لالهان، وقت ضیاع کردن وقت در مواردی که هیچ امو صلاحیت و زیبایی این چیزها را نداره. پس همه دوستا امو رزق سلبی است که اساتید بزرگوار الله سبحانه و تعالی در عمر اونها خیر و برکت باندازه و کسایی که وفات کرده الله سبحانه و تعالی قبرهایشان از نور رحمت خود مملو بسازه. به ما و شما بیان کرده توسط ازی که انسان فکر میکنه پس این استرس، این مشکلات، این تشویشا همه خلاص میشود. زیرا در حدیث می آید رسول کریم صلی الله علیه و سلم فرموده من اصبح منکم آمنا فی سربه معافا فی جسمه عنده طعام یومه فکأنما حیزت له الدنیا. نبی کریم علیه السلام میگه کسی که در شما دایت یک حالت سبا کرد که در امن و امان است، در نفسش در امن است، اولاده ذریهش مالش در امن و امان است، و معافا فی جسمی، اما صحت الله نصیبت کرد. یعنی مشکلات دینی، مشکلات دنیوی الله سبحانه و تعالی سرت نیاوردگیست. و عنده طعام یومه، همین غذای امروزی تست که به او بخوری سیر شوی، دستت به دیگران محتاج نشوه. فکأنما حیزت له الدنیا، گویا که همه دنیا به تو داده شده. وقتی که در هر سبایت در امن امان، مالت در امن، عزت در امن، اولاد در امن و امان و صحتمندی خودت، خانوادهت و طعام امروزی داری،
با فردا خدا مهربان است، امروز خداری، پس تو است که همه دنیا به تو داده شده باشه. این نعمت هاست که الله پاک نصیبت کردگی است. یا حدیث دیگری است که رسول کریم صلی الله علیه و سلم فرمودن نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس الصحت و الفراغ. نبی کریم علیه السلام میگه دو قسم نعمت هاست که زیاد انسان ها در نقصان واقع شده. یکی صحت است، دوم فراغت است. بدن سالم الله تعالی داده، از این فایده بگی، ایره در زیان است که در زیای ازی توان و نقصان است. وقت فارغ الله تعالی داده، شکر الله را بکش، از این استفاده بکن. این نعمت است که رب العالمین تو را نصیب کرده، در خیر آخرت و خیر دنیایت بطلب. یک حدیث دیگری هم است در این مورد که ما شما رزق سلبی میخوانیم. در مورد ازی پیغمبر علیه السلام میگه ما من مسلم یدعو بدعوت لیس فیهما اثم ولا قطیعة رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث اما ان تعجل له دعوته و اما ان يدخرها له في الاخره و اما ان يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا اذن نكثر قال الله اکثر. رسول کریم علیه السلام میگه نیست هیچ مسلمانی که دعا بکنه، یک دعا که دوجه گناه نباشه، قطع صله رحمی نباشه، مگر الله سبحانه و تعالی به دعای مومن یکی از کارهای سه امورات، یک از کارهای سیگانه به میده. اول اما ان تعجل له دعوته، یا دعایی که میکنه الله او را قبول میکنه، الله به نصیب میکنه چیزی که از الله میخوای. و یا هم و اما ان یدخرها، او خو نمیده، دعای تعالی ذخیره آخرت میسازه برای دعایت هدر نمیروه. و اما یصرف عنه من السوء مثلها، یا توسط گناه مصیبت سرت میامد، توسط دعای مصیبت الله پاک است دور میسازه. دیگه به دعاها این سه کار میشه. صحابه گفت که کارای بزرگ میشه، اذن نکثر، پس ما زیاد دعا میخوایم از الله سبحانه و تعالی. نبی کریم علیه السلام گفت بله الله اکثر، الله تعالی نعمت های زیاد هست. چی نعمت است که تو میگی؟ از این که زیاد خزاین امرای الله سبحانه و تعالی وجود داره. از الله بخواید خزاین الله هیچ کمی نمی آیم. پس در مورد رزق دوستا نباید انسان در تشویش و استرس بفته. کدام رزق که الله سبحانه و تعالی برای بندگانش تعیین کرده، خواسته و نخواسته و رزق برای بنده میرسه ان شاء الله العزیز. بنان این کسی که چه میکنه، ناله و فریاد میکنه، این کسی هست که یقینش ناقص است، یقینش کم است و ضعیف است. یقین به الله پخته شوه، این مشکلات دور میشه. مثلا کسی میگه ولا ما شما دینمی اداره 10,000 افغانی است که با 10,000 افغانی من خانه خود را میچلانم، اگر من از این اداره منفک بکنه پس چی خواهد شد؟ یا این پدرم است که ما رزق میآوره، یا برادرم است، یا خواهرم است، یا مادرم است، هر کسی که است. اگر این خدا نخواسته چیز سر بیاد چطور میشه؟ نه، این کسی فکر میکنه که یقینی از او ضعیف است، باور کامل به الله سبحانه و تعالی نداره. نه، یقینت به الله سبحانه و تعالی پخته بساز. اگر یک راه را الله به تو بند بسازه، پیش از پیش راه دیگری را الله سبحانه و تعالی به تو چی میکنه؟ باز میکنه. وقتی که انسان یقین پخته شوه، انسان گپ عربا در قلق و استراب انسان نمیفته. همیشه انسان در راحت و استراحت زندگی را پیش میبره که الله سبحانه و تعالی یقین کامل نصیب فرد ما شما دوستای برسانه. و دیگه انسان باید با این عقیده باشه که پیش از این که من در دنیا بیایم، الله سبحانه و تعالی تنظیم و تربیت و آمدگی بندوبست رزق مرا کردگی است. رزق به من میرسد، بنده تا آن وقت نمی میره تا که رزق الله سبحانه و تعالی برایش تعیین کرده او را لوس جان نکنه. جابر بن عبدالله رضی الله عنه می فرماید که نبی کریم علیه السلام فرمود یا ایها الناس ان احدکم لا یموت حتی یستکمل رزقه فاتقوا الله واجملوا فی الطلب. در روایت دیگه هم یه که فاتقوا الله ایها الناس واجملوا فی الطلب وخذوا ما حل ودعوا ما حرم.
انسان هیچ وقت نمیمیره تا که رزق خود را در دنیا تکمیل نکنه. پس الله از الله سبحانه و تعالی به حراسین در طلبیدن چی؟ رزق حلال به طلبی. در روایت میگه که خذوا ما حل، او رزقی که الله حلال کرده او را دیگه لوش جان کو بگی، و دعو ما حرم، آن رزقی که رب حرام کرده او را دیگه بگذار، زیرا رب انتظام رزق تکرده دیگه چرا در قلق و در تشویش و استرابی. پس مال حلال حرام دیگه در زندگی یومیه یک انسان مسلمان بسیار مهم است که انسان تفکیک بکنه این حلال است و این حرام است. با حلال الله عمل، از حرام الله سبحانه و تعالی چی بکنه؟ اجتناب بکنه. وقتی که انسان اتو شوه و اخلاق خود را به خاطر دنیا خراب نکنه، دین خود را خراب نکنه، عزت خود را خراب نکنه، یمی اجمل فی الطلب، اینمی معنیش است. زیاد مردم هست که به خاطر دنیا دین خود را خراب کرد، اخلاق خود را خراب کرد، حلال و حرام را نشناخت، زندگی خود را خراب و تباه ساخت. در روایت میگه که رسول کریم علیه السلام فرمود که جبریل امین علیه السلام در قلب من انداخت، یعنی وحی خفی میگه که در به من انداخت که هیچ کس نمیمیره تا که امو رزق خود را پره نکرده باشه. پس مطمئن باش که رزق با تو میگرده دیگه. از رزق الله سبحانه و تعالی موت را محروم نساخته. الله سبحانه و تعالی رزق با حلال کیمیا، با اطاعت الله کیمیا. بهترین راه کسب رزق حلال اطاعت، تابعداری الله و رسول الله است. هر چقدر که تابعداری الله را میکنی، رسول الله را میکنی، رزقت فراخ است. و رزق انسان چی میکنه که سکون نداشته باشه، استراب نداشته باشه. از ما دوستم است که ما او را خواسته بودم که یک رقیه شرعی بکنم، دمش بکنم، و او پدرش دو خانم داشت و یک دختر جوان مریض. من گفت که پدرم شش منظری پدرم ما چی کنن که ما ساخته. وقتی که همشریم دینمی و همه مشکلات زمیست که در زندگی ما مشکلات ذات البینی، استرس، تشویش، مشکلات است. از این مشکلات خواهر جوان هم به این مرض گرفتار است. بالکل دوستای عزیز، در او زندگی چی مفهوم داره که در اونجا آرامش نباشه، سکون نباشه. پس الله سبحانه و تعالی در خانه های ما استرس را و تشویشات را الله ختم بسازه، سکون، آرامش الله پاک نصیب همه ما شما بگردانه. نبی کریم علیه السلام میگه این الرزق لا یطلب العبد کما یطلبه اجله. میگه رزق تو انسان پشت انسان میگرده مثل که اجل پشت انسان میگرده. مثل که از اجل نمیتونی فرار بکنی، رزق هم نمیتونی که فرار بکنی. پس غم مخور، الله تعالی میرسانه. تو کامل حرکت بکو، رزق تربیت شد، یعنی مسئولیتش، کفالتش الله سبحانه و تعالی به عهده خود گرفتگیست. در یک روایت میگه مرگ پشت انسان اقا زیاد تلاش نمیکنه، نمیگرده مثل که رزق پشت انسان زیاد تلاش میکنه میگرده. پس رزق میاد هیچ باور نشه جایی بری که هیچ فکرت نمیشه بری دوجه میمان استی، رزق از پیشت ماندگی است، نه که هیچ نمیری، با سالها نمیری. خب وقت رزق الله تعیین کرده، رزق پیشت میاد، پس میرو رو میخوری. یک حدیث میاد لو ان ابن آدم حرم من رزقه کما یحرب من الموت لادرکه رزقه کما یدرکه الموت. میگه اگه اولاد آدم علیه السلام حرم من رزقه، از رزق خود فرار بکنه مثل که از مرگش فرار میکنه، میگه لادرکه رزقه، میگه ایره خام میاد به رزقش مثل که ایره میاد به چی؟ اجلش. از اجل فرار نمیشه، از رزق هم فرار نمیشه. عبدالله بن عمر رضی الله عنه، عبدالله بن عمر رضی الله عنه، این میگه یک سائل آمد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک قسمت خرماها افتیده بود، مانده بود، این خرما را به او آدم داد. گفت خذ هایده بگی، اما اینک لو لم تأتیها لاتتک، اگر تو نمی آمدی خرما پشت می آمد. رزقی بود که الله سبحانه و تعالی به تو چه کرده بود؟ تعیین کرده بود. یک این نوشته که یک انسان چه وقت و کجا این نوشته شده که بعد بمیره، نه؟ انسان نمیره خو وقت امو وقت پیدا شوه دموج انسان میره. پس امو وقت که تعیین شد اموج انسان چیش میشه؟ میمیره هم.
رزق هم اینمت الله نوشته کرده. در هر جایی که هست پس نمیری، خب به خاطر رزق کجا میری؟ پس رزق پشت میاد، تشویش نباش. پس انسان در فکر رزق نه، بلکه در فکر رضامندی الله سبحانه و تعالی باشه که الله رزاق ذات است. رزق را به من تعیین کرده، خامخا رزقی که را به من تعیین کرده به من میرسه. و یک اولین سبب بود که انسان به خاطر علاج ختم مصائب و تشویش ها در مورد رزق بود که ما شما گفتیم. دوم، این عقیده به کار است که انسان داشته باشه. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. قرآن میگه الله رزاق است، رزق الله میرسانه. قرآن گفته و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. هیچ زنده وجود نداره در روی زمین مگر رزقش به الله است، رزق به او الله میرسانه. و فی السماء رزقکم و ما توعدون. قرآن ذکر میکنه پس در آسمان رزقت است، آن چیزی که با شما چی میشه وعده. وقتی که همه مسئولیت الله گرفته رزق توسط ازی استرس، مشکلات، تشویش ها، این دیگه خلاص میشه. به خاطر رازقیت که الله رزاق است، الله رزق را میرسانه. عجیب قصص است، عجیب واقعه هاست، عجیب است. خود استاد بسیار به انسان فایدهش میرسه دیگه. الحمدلله که مسلمان هستیم، الحمدلله ثم الحمدلله که ما و شما را هم الله سبحانه و تعالی توفیق داد که در اسماء الحسنا یک بار سر بزنیم. عجیب فواید است که به انسان می شود. دیو واقعا به خاطر بیان میشه که خب در قلب دیگه جا میگیره، مثمر تمام میشه. و مثال هاست که در کتب تاریخ و سیرت این واقعه ذکر شده. از اون جمله یکی میگه اینمی دعاهاست: یا رزاق و نعاب فی عشه. ای اللهی که تو رزاق پرندگان استی، دمو خانگکایشان، دمو خانه که پرنده به خود می سازه، چوب موب نی که در اونجا باز تخم می اندازه و او چه میکنه. یک شاعر میگه که یا الله تو رزاقی، اونمو چوچگکای مرغ آستی، دمو خود چی؟ خانگکایش. نعاب چرا میگه دوستا؟ بچه چوچه پرنده را میگه. وقتی که چوچه پرنده پیدا شود دیگه او را نعاب میگه. برابر است که او ذکر باشه و هم چی باشه؟ اناث باشه. وقتی که دو پرنده مذکر و امانث با هم امو تمایل پیدا بکنه و رابطه جنسی برقرار بکنه، ازی دو مرغ مؤنث یعنی تخم پیدا میشه. وقتی تخم را پیدا کرد به مون خانگک را ساخنی، بازی مادر سر و تخم قرار کده میشینه. بعد از این تخم دیگه امو چگکایش پیدا شود. وقتی که چگکایش پیدا شود با هیچ قسم پر وجود نداره، نه یک توتگه که گوش می باشه، هیچ موی نداره. پس پرنده که پدر و مادر سیاست، چرا بین توته گوشت است. ای که به اولادکای خود نگاه بکنه، از اولادکایش نفرت پیدا میشه که اولاد ما نیست، ما سیاستی میکس توته گوشت سفید است. ای پدر مادر از این پرواز میکنه بدر میروه، اما اطفالشان چچگکایشان دمو جالگکش قرار میمانه. حالی ای نمیتونه که با خود رزق پیدا بکنه، نمیتونه که یا پرواز داشته باشه رزق به خود پیدا بکنه، نه آب میتونه که به او برسه. خاص کرده جای بلند درختای خانه کارا جور میکنه، دیوالای بلند نمیتونه که پرواز داشته باشه. پس الله سبحانه و تعالی رزاق است، انتظامش الله انتو کرده. میگه الله سبحانه و تعالی در مچگکای حلقی نمی یک نوی خوشبویی را الله پیدا میکنه که خوشبویی ها در باغه ها از جاها احساس میشه. وقتی که این خوشبویی همی حشرات نیست، خورد این بسوی همون بوی دیگه جلبش میکنه، میآیه. یکی بلند میشه دمو خانه که آدم درخت دو خوشبویی از همون حلق توتایی که نو هم پرنده که چوچک کرده همون گوشک نی از اینجا میآیه. ای که در اونجا بلند میشه در حلق دمو حلقی بالا شد
او دیگه پایین قرطش میکنه، ایره میخوره. الله انتظام روزیش میکنه. این میگه با مرور اینمی ای آستا امو پرها در وجود یزی پیدا میشه، کم کم سیاگک میزنه. ای پدر مادرش گاهی گاهی برایش میاد به خاطر مراقبت ببینه که وضعیت چگونه است. وقتی که این بار آمد که سیاه شده، پس الله سبحانه و تعالی در ذهن پدر مادرش میاندازه که اولادکای ماست، ای اولاد ماست و نمان سیاه، ای هم سیاسته. پس بعد از این باز مسئولیتش اونها به دوش خود میگیره، با اوی اولادکا محبتشان پیدا میشوه. باز او دیگه پروا شروع میکنه، به او آب میاره، به مو غذای نرم که ملایم جسمی از او باشه او را در ناخون خود میاره. اتوماتیک که در اینجا برسه، این چوچکا دهان خود را باز کرده، این غذا در وسط دهنش الله سبحانه و تعالی توسط پدر مادرش می اندازه. و یک مرحله ای که گذشت که پدر مادر از اون نفرت میکرد، اون الله سبحانه و تعالی توسط نمو خوشبویی که در حلق ازی انداخته، حشرات را به خود جذب میکنه. توسط از او الله پاک انتظام رزق اینها را چی کرده بود؟ کرده بود. آلی به این دوستا الله تعالی میگه در قلب پرنده ای را انداخته که اولادکایت است، دیگه ای خدمت شبکو تا که یا چی شوه؟ کلان شوه. آلی پدر مادر که خدمت یا را میکنه، ای به این معنی نمیکنه که اولاد ما به ما دعا بکنه، نه ای به این معنی نمیکنه که اولاد ما کلان شوه فردا ما پیش سفید میشیم خدمت ما را بکنه، یا به این معنی خدمتش نمیکنه که فردا اولاد ما از ما میراث ببره. هیچ چیزی نیست. زیرا پرنده کلان شد نه خدمتش میکنه، نه به او رزق میاره، و نه کدام چیزی هست به عنوان ارث میراث که به اولادکاش تعلق بکنه. خو الله سبحانه و تعالی رزاق است. این توی توسط پرنده های خدمت یک دیگه شه الله تعالی چی میکنه؟ انجام میده. پس دوستای عزیز، الله سبحانه و تعالی رزاق است که چوچکای خورد را این تو الله تعالی چی میده؟ رزق میده. پس تو انسان است، مکرم است، الله سبحانه و تعالی زندگی را به تو پیدا کرده، به تو خو به طریق اولا الله سبحانه و تعالی چیت میده؟ رزق تا نصیب میکنه. قصه دومی که دیلا بالا وجود داره میگه در مورد دانیال علیه السلام است و حمد و قصه عزیزی میگه حمد میگفت که الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، والحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره، والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا، والحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة، والحمد لله الذي يكشف ضرنا بعد كربنا، والحمد لله الذي هو ثقتنا حين يسوء ظننا بأعمالنا، والحمد لله الذي هو رجانا حين تنقطع الحيل عنا. در مورد این واقع ذکر میکنه که میگه در عراق، در بابل، علاقه بابل، یک بادشاه به نام بخت نصر بود. این به آمد به شام، علیه بنی اسرائیل حمله کرد. میگه در این اثنایی بود که بنی اسرائیل یحیی علیه السلام را به شهادت رسانده بود. الله سبحانه و تعالی توسط بخت نصر امو بدله از این مردم بنی اسرائیل الله تعالی میگرفتند. این بادشاه ظالم را به اونها مقرر کرد، حمله کرد، یک تعداد بنی اسرائیل را کشتند، یک تعداد را با خود در عراق برد، اوجا بندی هایش کرد. در این مابینش میگه دانیال علیه السلام یک انسان عزتمند، یک انسان با عزت بود. ایرم گرفتن دیگه، ایره گفت که به این آدم یک جزای سنگین باید داده شوه. یک چا بود، ایره دمو چا ایره انداخت و دو دانه شیرهای گرسنه نگاه کرد ایرام دو انداخت که بالکل دانیال علیه السلام را بخوره، هیچ آثار از این هم دیگه باقی نمانه. میگه ایره که در اینجا انداختن، میگه دانیال علیه السلام امی ذکری که ما شما خواندیم با ذکر را میکرد. اینجا یک نبی دیگه بود به نام ارمیا علیه السلام. با او الله سبحانه و تعالی وحی کرد که تو یک طعام را آماده بساز که یک بندیم در فلان جا هست، در یک چا گرسنه است که به او رزق داده شود. ارمیا علیه السلام گفت که الله طعام خو ما آماده میکنیم، جای خو بسیار دور است، چطور برده شود؟
الله سبحانه و تعالی برایش گفت که تو طعام را آماده بکن. بردن طعام دو جای کار ماست. طعام آماده کرد و ملائک حکم کرد ایره دو جا با او ای غذا را بردن. او خورد و سیر شد. 5 تا 7 روز ای میگه متو بندی بود. بعد از این بخت نصر میگه گفت که اسمو پرسان کن به او آدم چی شد. وقتی که آمد که دانیال علیه السلام با صحت کامل قرار نشسته در نماز، مصروف نماز است. وارد شیرا هم قرار زنده است اونجا. نه دانیال علیه السلام شیرها پلنگ او را خوردن، نصرش حمله کردن. باز به دانیال علیه السلام کسی گفت که الله سبحانه و تعالی چگونه تو را حفاظت کرد؟ کدام ذکر را خواندی؟ او گفت که میگه قبل الغذا و بعد از غذا این دوارا میخواندم الحمدلله الذی ثنا صفت آن ذات را لا ینسا که الله بنده را فراموش نمیکنه. من ذکره، بنده که الله را یاد بکنه. بنده که الله را یاد بکنه الله پاک بنده را فراموش نمیکنه. پس من ذکر الله را میکنم، الله مرا فراموش نکرد. این چایی که مرا بندی کرد الله انتظام رزق مرا کرد. الله سبحانه و تعالی از این دو شیر گرسنه مرا حفاظت کرد. گفت الحمدلله الذی لا یخیب من رجا. شکر آن الله را که نامراد نمیشه، کسی که ناامید نمیشه، کسی که امید به او ببنده. وقتی که امیدت به الله بست الله پاک حفاظتت میکنه. گفت الحمدلله الذی من وثق به لم یکله الی غیره. ثنا صفت آن الله را وقتی که به او اعتماد کردی، خود را به او سپردی، الله پاک تو را به دیگران واگذار نمیکنه، خودش از تو حفاظت میکنه. الحمدلله الذی لا یکل من توکل علی غیره. ایرا میگه خان. پس الله سبحانه و تعالی او را چی کرد؟ حفاظت کرد، تربیتش کرد. این نه به او چیزی حمله کرد که را بخوره. پس یادی الله را بکن، عقیدت به الله ببند. الله پاک خوب انتظام رزق تو را میکنه. گفت الحمدلله الذی یجزی بالاحسان احسانا. ثنا صفت آن الله را که به احسان عبادت خوب الله تعالی تو را بدلی خوب میده. عبادت تا خوب بساز الله تعالی زیبا بدله ها نصیبت میکنه. والحمدلله الذی یجزی بالصبر نجاتا. ثنا صفت آن الله را که با صبر کردن انسان را الله نجات میده. تو به خاطر الله صبر کو الله پاک نجاتت نصیب میکنه. والحمدلله الذی هو یکشف ضرنا بعد کربنا. ثنا صفت آن الله را که از ما مشکل را دور میکنه بعد از مشکلی که به سرمان آورده. خب در استرس و در غم افتید، آخر نقطه رسید، الله در این نقطه آخری باز حمایت میکنه. این غم و غصه و مشکلات را از تو الله پاک دور میسازه. قرآن کریم هم همی گفته که وقتی که انسان به مصیبت زیاد برسه، وقتی که قلب ها میگه به حلق برسه آخری، ناامید شوی انسان، قرآن میگه حتی اذا استیأس الرسل، وقتی که رسولا به این مرحله برسه، انسان ها برسه با امید، دمی وقت الله سبحانه و تعالی باز بندهش کمک میکنه. در واقع یعقوب علیه السلام وقتی که به اون مصیبت آمد که یوسف علیه السلام از آغوش گرم پدر دور شد و غم و غصه و بود که یعقوب علیه السلام سپری میکرد، بعدا بنیامین هم در مصر گرفتار شد، غم یعقوب علیه السلام غم بالای غم دیگه هم افزوده شد. دمی جواز الله پاک ایرا نصرت کرد، به اون مژده آمد که یوسف پیدا شد به عنوان عزیز مصر. قرآن میگه ان مع العسر یسرا. امرای هر سختی بعد از باز امرای هر سختی آسانی است، یعنی بعد از هر تکلیف الله آسانی می آوره. الفرج مع الشده، یعنی به یقین داشته باش که آزادی از مشکلات با شدتش است. وقتی که شدت بیاید، بعد از این شدت فقر، مرض، مشکلات، بیامنی، بعد از این الله تعالی حالت را دیگرگون می سازه. والحمدلله الذی هو ثقتنا حین یسوء ظننا باعمالنا. شکر آن الله را وقتی که ما سر خود از اعمال خود بدگمان باشیم، در وقت الله تعالی امرای ما هست. الله غفور است، الله رحیم ذات است. والحمدلله الذی هو رجانا حین تنقطع الحیل عنها. ثنا صفت آن الله را وقتی که حیله و تدبیر بنده خط شود، در یگانه امید اوجی که الله است که انسان به الله سبحانه و تعالی میبنده. پسی بود دوستای عزیز که دانیال علیه السلام در این چای الله پاک چگونه ایرا انتظام کرده، رزق از ایرا و مشکلات از ایرا الله سبحانه و تعالی به خود گرفته. پس رزاق الله است، تو به الله عبادت الله را خوب بکن.
عقیده به الله خوب داشته باش. پس مشکل کشا جز الله کسی دیگری نیست. دوستا در ادامه انشاءالله العزیز در قصص و امثال درس دیگه ما شما هست که روز دیگه انشاءالله العزیز با هم میخوانیم. سبحانك اللهم